بخیر با شما هستم تا بررسی داشته باشیم نسبت به روند بازار در روز سه‌شنبه 16 بهمن 1403. طبق روال همیشه به سراغ خبرها میریم. اول از خبرهای داخلی شروع میکنیم که آقای ظریف گفته جیغ زدن شجاعت نمیخواد بلکه توافق کردن شجاعت میخواهد، که ایشون گفتن من اگر بنابر جیغ زدن باشه خب من هم حنجره‌ای دارم برای فریاد زدن. دبیر شورای عالیت امنیت ملی هم گفتن که با کفار هم میشود مذاکره که اگر جایی که با ید کوتاه بیایم سرسختی کنیم آسیب میبینیم. خب این هم خبر مهمی هستش و این دوتا خبر که یک پالس جدیدی هستش به نسبت به مذاکرات هسته‌ای و یه خبری هم هستش که تا آخرین هفته باید FATF خبرش بیاد، حالا تصویب میشه یا نه باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خبرهای خارجی امروز خیلی خبرهای زیادی داشتیم، همش هم خبرهای فوری بود. بریم ببینیم چه خبر هستش. چین تعرفه 10% که ترامپ اعمال کرده بود بر محصولات چینی رو ایشون چین هم اعمال کرده بر واردات محصولاتی که از سمت آمریکا هستش. ولی خبر خیلی مهم که این بود که اگر باشه بله اینه: مکزیک و کانادا 48 ساعت بیشتر نتونستن در برابر فشار تعرفه های آمریکا دووم بیارن. ما حالا درگیر این هستیم که FATF رو چندین سال تصویب بکنیم یا نه، ولی خب این دوتا کشور با اون تاثیرگذاری که در اقتصاد دارند 48 ساعت بیشتر نتونستن و به توافق رسیدن که آقای ترامپ موافقت کردن که ایشون 30 روز فرصت بده به کانادا و مکزیک تا نیروهاشون رو به مرزهای مشترکشون با آمریکا بفرستن تا از ورود مهاجران غیرقانونی به کشور آمریکا جلوگیری بکنن، که این میتونه خیلی تاثیر روی قیمت طلا بذاره. الان استثناً الان قیمت طلا رو هم چک میکنم که ببینید چه اتفاقی افتاده. بذارید من اینا رو پاکشون کنم. خب ببینید کندلی که امروز به نسبت روزهای قبل زده شده خب خیلی خیلی کمجون است. البته باید وایسیم ببینیم تو سشن نیویورک چه اتفاقی میفته، ولی خب این خبرها تونسته اون سرعتی رو که در روزهای قبل داشت و هفته‌های قبل داشت رو بگیره. خب این هم تاثیر ابرقدرت بودن هستش در دنیا. و یه خبری خیلی مهمی هستش که اینم به عنوان خبر روز کار کردن اینه که نوشته ایران به دنبال یک راه میانبری هست برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یا تو بحث‌های هسته‌ایشون که اینو دولت آمریکا گفته. خب اگر خاطرتون باشه آخرین دیداری که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ داشت یک هفته بعدش در دور اول آمریکا از برجام خارج شد چون تاثیرگذار بود. اون بحث اسناد ترقوز آباد بود که اسرائیل تونسته بیرون ببره و اونا نشون دادن به آقای ترامپ و در نهایت از برجام خارج شدن. و این خبری هم که امروز منتشر شده دقیقاً مصادف شده با سفر آقای نتانیاهو به آمریکا که باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. امشب به وقت ایران به صبح آمریکا قرار با هم دیدار داشته باشن که باید ببینیم خروجی چه خواهد شد. بریم بازار رو ببینیم. بازار امروز مثبت بود، نزدیک فکر میکنم 23,000 واحد رشد داشت. خب باید بریم نمودارها ببینیم به ما چی میگن، ورود و خروج پول چه صورتی بوده. اکثر نمادها مثبت هستن، تقریبا 70% نمادها معادل 576 نماد که 293 نمادشون صفحه خرید بودن امروز معامله شد. امروز برای اولین بار سرانه خرید بالاتره، یعنی قدرت خریدار به فروشنده امروز خیلی بالاتر از روزهای قبل هستش و ارزش معاملاتمون هم خیلی خوبه. یعنی این انتظار رو داریم که اگر این روند ادامه دار باشه در فردا و 2-3 روز در هفته آینده احتمالش هست که بتونیم شاخص رو در عددهای بالاتر ببینیم، ولی خب فعلا زوده برای این. باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همونجوری که میبینید ما 578 نماد مثبت داشتیم امروز که بالاتر هم عرض کردم خدمتتون و نزدیک 1000 میلیارد ورود پول حقیقی داشتیم، یعنی چیزی که این مدت اصلا نداشتیم. 1000 میلیارد خیلی. باید بریم ببینیم تو
از صندوق های درآمد ثابت چقدر پول خارج شده. بله میبینید که تقریبا در کف قضیه 1100 میلیارد پول از صندوق های درآمد ثابت خارج شدن و پول به صندوق های کالایی مثل زعفرون و طلا هم میبینید که 613 میلیارد بوده. سرانه خرید و فروش هم که همونجا بالاتر عرض کردم که با خریدار هستش. درصد خرید حقیقی و فروش عذرخواهی میکنم اینه درصد خرید حقیقی و فروش حقیقی هم میبینید 33 به 29 هستش که باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته. ما هفته پیش هم یه همچین روزی رو داشتیم ولی خب ادامه دار نبود. باید ببینیم آیا این روند رو میتونه در این هفته و هفته بعد، چون فردا آخرین روز معاملاتیه و در هفته بعد میتونه این روند رو ادامه بده، که اگر بده ما میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که شاخص به عددهای بالاتر برسه. بذارید شاخص رو ببینیم. بله همونجور که در تصویر میبینید دقیقا تو همین محدوده که بهتون گفته بودم، خب شاخص برگشت اون ریزشی که فکر میکنم روز شنبه بود 13 اون رو جبران کرده و خب بالاتر از این کندل بسته شده. باید ببینیم میتونه این روند رو ادامه بده یا نه. همونجوری که میبینید خب این اصلاحی که داشتیم کف پایینتر رو نزد از این کف و خب این خودش نوید خوبی خواهد بود، ولی خب باید ببینیم آیا میتونه سقف بالاتری رو هم ثبت بکنه از این سقف یا نه. در روزهای آینده خواهیم دید. بریم نهال رو ببینیم. واچ لیست، خب نهال تو همین محدوده‌ای که قبلا بود که تعیین کرده بودم براتون داره درگیره، هنوز نتونسته این سقف رو خوب بشکنه و به عددهای بالاتر برسه. من هنوز هستم باهاش تا ببینم انشالله به چه صورتی خواهد بود. خب همون توی چیزم میبینید، تصویرم میبینید. ببین ما اینجا یه کفی داریم، یه کف بالاتر، یه سقف بالا و یه سقف بالاتر. این کف هم هنوز این کف رو نتونسته از بین ببره و اگر بتونه یه سقف بالای این بزنه که دیگه رفتیم برای عددهای 4000 که انشالله هرچه زودتر بهش برسیم. بترانس رو ببینیم. خب بترانس هم امروز خوب بود، تو از همین محدوده که براتون تعیین کرده بودن دوباره برگشت و انتظار هستش که اگر فردا هم بازار مثبت باشه میتونه به این محدوده برسه و بعدش اگر بتونه بشکنه به عددهای بالاتر. تپسی امروز خب کمجون بود. ببینید این محدوده‌ای که برای تپسی رسم کردن رو نمودارتون بزنید. ببینید دقیقاً رو این محدوده داره واکنش نشون میده. من نخریدمش، میخوام ببینم توی این محدوده چی کار میکنه. اگر بتونه این محدوده رو خوب بیاد بالا خریدارش خواهم بود. ولی خب این کندل دوجی که امروز زد یه مقدار منو به شک انداخت، چون میخواستم آخر بازار بخرم. اگه میتونست یه کندلی که 50% کندل قبلی خودش رو اینگالف کنه قطعا خرید میکردم، ولی الان نکردم چون این کندل دوجی کندل بی تصمیمیه. هنوز بازار تصمیم نگرفته که آیا میخوام بفروشن یا میخوام بخرن. و ملی هم امروز اول بازار صف خرید بود، ولی خب به آخر بازار که رسیدیم اونم شروع کرد به ریزش. اگر این سهم رو دارین خب باید امروز سیو سودتون رو انجام میدادید، چون این محدوده نزدیک این محدوده دیگه خیلی خطرناکه، چون یک بارم بهش واکنش نشون داده و برگشته. یه مقدار باید با احتیاط خریدش رو انجام بدید و سیو سود کنید. ذوب امروز 273 میلیون صفحه خرید بود. ببینید دقیقاً همون محدودهایی رو که براتون تعیین میکنم واکنش نشون میده. اینا رو بندازین رو نمودارتون وقتی خرید و فروش میکنید راحت بتونید انجام بدید و ببینید بازم به همین محدوده رسید و امروز صفحه خرید شد. این 2 روز من دیروزم بهتون گفتم چون نتونست کندلی رو پایین این شادوی کندل روز قبلش ببنده انتظار رشد رو داشتم و امروز هم دیدید که این اتفاق افتاد. فزر هم ببینیم به چه صورت بوده. خب امروز هم فزر اصلاح زیادی داشته، اونم به خاطر اینکه طلای جهانی انقدری رشد نداشت. ببین من بهتون گفتم این خیلی چغر و بد بدنه، دقیقاً به خاطر همین. بورس امروز خیلی خوب بود ولی طلا بد بود. ببینید چه اتفاقی برای این سهم افتادش. و اینکه دوستان اگر این بحث FATF اگر تصویب بشه بیاد خیلی تأثیر میخواد بذاره روی بازار بورس ما و قطعا مثبت میکنه، مثبت خیلی خوبی هم روش انجام میده، چون ما مراودات بانکیمون آزاد میشه. حالا با اون کشورهایی که میتونیم مراوده بکنیم
تا زمانی هم که تو لیست سیاه باشیم نمیتونیم، یعنی انتظار اتفاقات عجیب و غریبی در اقتصاد نباید داشته باشیم وقتی که هنوز تو لیست سیاه هستیم. دوستان اگر این ویدیو براتون مفید، ممنون میشم دکمه لایک ویدیو رو بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و عضو کانال تلگرام من بشین، چون خب هر ثانیه نمیشه ویدیو آپلود کرد، ولی من خبرها رو در کانال تلگرامم لحظه به لحظه آپدیت میکنم و میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم هفته پیش رو برای هممون هفته پر از آرامش و پر از سود برای شما دوستان عزیز باشه. تا فردا شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.